منابع معتمد رادیوی آزادی گفتند که در روزهای آخر بیش از 100 مهاجر افغانستانی مجبوراً از تاجیکستان بیرون کرده شدند. مهاجران افغانستانی میگویند آنها را از کوچه یا از خانه گرفته به قرار دادگاه از تاجیکستان میرانند. مقامات تاجیکستان شرح نمیدهند. یک منبع آگاه از قضیه روز 5 سپتامبر به شکل ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت به حساب آنها بیش از 100 مهاجر افغانستانی در روزهای آخر از تاجیکستان اخراج شدند. منبع افزود این حساب حداقل است و تعداد واقعی اخراج شدگان میتوانند زیادتر باشد. فقط روز شنبه 22 نفر را اخراج کردند. مقامات به ما یگان معلومات نمیدهند و نمیگویند که سبب اخراج پی همه شهروندان افغانستان چیست. نام و نسب خارج شده ها و آمار عمومی را از ما پنهان میکنند. افزود یک مسئول کار با پناهندگان افغانستانی کوشش های زیاد ما برای صحبت با مقامات به نتیجه بود. پناهندگان افغانستانی میگویند آنها را اساساً ماموران پلیس و کمیته دولتی امنیت ملی بازداشت کرده به مرز میبرند و از آنجا به افغانستان میگذرانند. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی در میان مهاجران افغانستانی یک نفرشان کارت گریزگی سازمان ملل را داشته است. بر اساس قانونهای بین المللی اخراج چنین افراد به کشوری که جانش در خطر است منع میباشد. کمیساریت عالی سازمان ملل روز 25 آگوست امسال در بیانیه از اخراج پناهندگان افغانستانی نگرانی کرد و از مقامات خواست به این کار خاتمه دهند. مقامات به این درخواست سازمان ملل تا حال پاسخ ندادند. طبق اطلاع دریافتی مولگیت زویت رهبر نمایندگی کمیساریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در تاجیکستان به ژنو رفته است. یک مسئول نمایندگی سازمان ملل به رادیوی آزادی گفت به احتمال زیاد جناب زویدی مسئله اخراج پناهندگان افغانستانی را از تاجیکستان با کمیساریت عالی حقوق بشر سازمان ملل از نزدیک در میان خواهد گذاشت. بعضی مهاجران افغانستانی میگویند آنها را از کوچه و از خانه کشیده به مرز میبرند. تمام ما افغانها کارت گریزگی داریم و در سازمان ملل ثبت هستیم. اگر به افغانستان برگردیم جان ما در خطر است چون که کارمندان حکومت پیشین هستیم، گفته است یک مهاجر افغانستانی به شبکه افغانستان اینترنشنال. در تاجیکستان تقریبا 10,000 شهروند افغانستان زندگی میکنند. اکثر آنها میگویند از ترس طالبان به تاجیکستان فرار کردند. این گروه تندرو یک سال باز در افغانستان حکومت میکند و به نقض حقوق آدمان به ویژه زنان و دختران متهم است.